کی که همون تنقید به میارزیدگی کار باشد تنقید می شود. значит که تنقید نیست، значит کارشون خوب. حاضر در خودی مردم تاجیک ما قدر تنقید خوش ندارن، برای که بسیارتر از تعریف ما گفتیم، چی در رسانه ها بسیارتر تعریف میکنیم، چی الان مردم عادت کرده است بر تعریف. تنقید خیلی سخت میرسه برای همه. هم اگر یگون مقامات بالایی باشد، هر چی باشد، هیچ که تنقید او قدر دوست نمیداره، برای که با تنقید میگن هیچ کار بود نمیشود. اکنون پیش میگفتن که در زمان شوروی تنقید میوه کمونیسم بود، میوه مثلا زمان بازسازی بود. تنقید باشد با مثلا سری وقت همه پرابلم ها، سری وقت همه کمبودی ها برطرف میشه. تنقید که نشود همین با اوبوتر نمیشه که با تنقید باشه با اوبوتر زیادتر میشه ان خدا خدا. تنقید اگر حقیقت باشه باید باشه. البته انتقاد اگر به خاطر بهبود یک موضوع یک مسئله باشد جای دارد، ولی من فکر میکنم که همیشه این یکم در دایره آداب باید صورت بگیرد، دوم در دایره نظام قانونگذاری موجوده، چون که بیرون از قانون انتقاد صورت گیرد الکه این خودش بی‌ادبی است. در یک شکلی باشد که مثلا یک دیگر را نرنجانند، مثلا در یک سطح عالی سیاسی، در سطح عالی سیاسی که یک دیگر را حرمت کردن، مثلا همین تنقید، مثلا همین خیلی تنقید کنیم که مثلا یک تنقید دوستانه. تنقید باید باشد، اگر که نمیتونیم روی راست گفته با مهارت یک چیزی که داریم باید اون استفاده کنیم که اون با او برسونیم، یا به شکل حجو که حالا قدر نمیفهمه مردم حجو چی است، اون حجو باید خیلی وسیع خیلی خوب استفاده کرد در همین حالت ها بسیار که مردم اونجا در آینه خودش ببینه، در آینه حجو هم میگیریم. اگر وقتی که دید آهسته خواهی نخواهی اقلا 20% اگر که تاثیر کنه او خیلی هم میتونه موفقیت باشه.